خوب گوش بدین. میخوام در مورد یکی از موقعیت‌های متناقض زندگی بشر حرف بزنم که بارها دچارش شدیم و رنج کشیدیم، اما حتی ماهیتش رو نمیدونستیم. اضطراب آزادی. احتمالاً این عبارت رو در رویکرد وجودی شنیدین. حالا به این جملات دقت کنید. هیچکس حق نداره برای من باید نباید کنه. وای چقدر سخته، هر چی فکر میکنم نمیتونم تصمیم بگیرم. میشه بهم کمک کنی؟ ای کاش یکی بگه که من باید چی کار کنم. ما نیاز به آزادی داریم. این به ما حق اختیار میده. یعنی اینکه ما دوست داریم انتخابگر باشیم تو تک تک موقعیت‌های زندگیمون، از ساده ترین و روزمره ترینش گرفته، مثل اینکه الان از بین این همه نوشیدنی در دسترس چی میل دارم، تا انتخاب‌های سرنوشت ساز مثل انتخاب رشته تحصیلی، شغل، انتخاب همسر و غیره. این نیاز به آزادی یکی از نیازهای بنیادین انسان در تقسیم بندی گلسر هم هست. پس وقتی میگیم نیاز، اهمیت قضیه روشن میشه. یعنی اینکه اگه یه خلل ایجاد بشه ما دچار مشکل میشیم، چون هیچ کدومون دوست نداریم مجبور به انجام کاری باشیم. اما داستان همینجا تموم نمیشه، ادامه داره. ما به همون اندازه که نیاز داریم آزادی داشته باشیم، به همون اندازم از قرار گرفتن در موقعیت‌های انتخاب گریزونیم. یعنی هم میخوایم انتخاب کنیم، هم نمیخوایم. چرا؟ چون آزادی مسئولیت خلق میکنه و مسئولیت چی میاره؟ اضطراب. وقتی که میپذیریم آزادیم، وقتی که میپذیریم اختیار داریم، مضطرب میشیم. پس این یه پارادوکس عجیبه. تازه من الان به مناقشه قدیمی بشر بر سر جبر و اختیار کاری ندارم. دارم در مورد پیچیدگی روان خودمون حرف میزنم که همون قدر که نیاز داریم همون قدر ازش فراریم. حالا چی تو این آزادی هست که ترسناکش میکنه؟ ترس از اشتباه کردن، ترس از پشیمانی، ترس از حسرت. چرا که انتخاب یک گزینه بهاش از دست دادن گزینه‌های احتمالیه که میتونستیم داشته باشیم و دیگه نداریم. زمانهایی رو تصور بکنید که سر دوراهی‌ها و چندراهی‌های زندگی بودید و پریشان و همش در تردید و دوست داشتین یه شاهدی از غیب برسه و زودتر نجاتتون بده و اون چیزی که باید بشه هرچه سریعتر بشه. که ای کاش میشد. ای کاش ما به تعارضات درونی خودمون آگاه بودیم. ای کاش ابهامو به رسمیت میشناختیم. حتی دیگرانم درگیر سردرگمی خودمون نمی کردیم. ای کاش انقدر از عواقب انتخاب هامون نمی ترسیدیم. کاش با خودمون مهربون تر بودیم. همه ما بار اولمونه که داریم زندگی میکنیم.